عزیز، مهمترین خبر و گزارش های روز در برنامه اطلاعاتی اخبار پیشکشتان می گردد. در استودیو با شما محفوظه کامیلوه. برای نویل گشتن به هدف صنعتی کنونی با صورت کشور در برابر تأسیس و کاراندازی کارگاه و کارخانه های نو استیصالی، فعالسازی اقتدارهای واقعی کارخانه های صنعتی مهم است. با بازدید از روند فعالیت چندی از کارخانه‌های عظیم ساحه صنعت سبک، رئیس ولایت برقرار به استیصال جلب نمودن اقتدارهای موجوده را به مسئولین دستور داد. حصه ساحه صنعت سبک و کارکرد در تشکلیابی مجموعه محصولات داخلی و منطقوی، عملی سازی صادرات مال و محصولات و بیرون از منطقه نظررس بوده، آن از عامل‌های وارد اسعار خارجی به کشور است. حکومت جمهوری تاجیکستان با نظرداشت اهمیت و مهمیت این سمت اقتصاد ملی، رشد ساحه صنعت سبک و کارکرد را از سمت‌های افضلیتناک قرار داده. جهت عملی سازی هدف و برنامه‌های رشد در همکاری با سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، تدبیرها را در این سمت عملی می‌سازد. در ولایت سوخت که از منطقه‌های صنعتی مملکت به حساب رفته، امکانات و اقتدارهای زیاد بهر رشد ساحه صنعت در منطقه موجود است. سالهای اخیر افتتاح و کاراندازی کارگاه و جمعیت‌های نو استیصالی باعث گشت که حجم استیصال محصولات صنعتی افزون و در این زمینه با مهیا سازی جای‌های نو کاری شغلناکی اهالی تامین گردد. مثلا تنها در دوره استقبال از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در حدود ولایت سوخت بنیاد و استفاده دهی 300 کارگاه و کارخانه‌های نو استیصالی پیش بینی گشته تا این مرحله حجم زیادی از این نقشه‌ها عملی گشتند که این از راه و عامل‌های مساعدت به عملی شوی هدف صنعتی کنونی با صورت کشور میباشد. در برابر افتتاح و کاراندازی کارگاه و جمعیت‌های نو استیصالی در رشد اقتصادی ملی و ساحه صنعتی کشور، فعالیت با نظام و با مرام کارخانه‌های موجوده، فعالگردانی اقتدارهای اصلی مهم است. مثلا فعالیت جمعیت دارای محصولات محدود نساج خوجند در شهر خوجند. ضمن بازدید رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده از جریان استیصالات و وضع کنونی جمعیت معلوم گشت که جمعیت دارای محصولات محدود نساج خوجند الحال فعالیت پوره استیصالی ندارد و در 5 ماه سال جاری همگی به مبلغ 4 میلیون سومانی محصولات صنعتی استیصال نموده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2020 تا 30% کاهش یافته است. یعنی بنا به نشان دهنده ها پسروی استیصالات در همین دوره به نظر می رسد. در رسای افتتاح و فعالگردانی سیخ نوی دوزندگی جمعیت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مؤسس و رهبریت جمعیت افزایش حجم استیصال محصولات صنعتی سبک را دستور و سپارش داده بودند، اما در این مرحله برعکس پسروی استیصالات تأمین گشته است. حالانکه بنا به نقشه های جمعیت باید تا 30% صورت افزایش را عملی می نمود. طبق بیان متخصصان از سبب‌های کاهش حجم استیصال محصولات این نارسایی اشیاء خام نخی پخته است. البته این دلیل اساسی واقعی ندارد، زیرا با تدبیراندیشی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و با تأسیس اساسات ساحه صنعت سبک در ولایت، همه کارخانه‌های پخت تازه‌کنی عهده دارند در مد اول طلبات کارخانه و جمعیت‌های ساحه را با نرخ پخته تامین نمایند. جمعیت دارای محصولات محدود نساج خوجند الحال امکانیت دارد در شرایط فعلی تا 2000 نفر را با کار تامین نماید و رشته های ریسندگی، بافندگی، رنگ و بار، رشته تابی، رنگ و بار و پردازدهی و دوزندگی از سیکل های اساسی جمعیت است که با اقتدارهای پره کاربست نشدند. بنا به معلوماتی به رئیس ولایت پیشنهاد شده، جمعیت همگی 300 تن نخی پخته را در این دوره قبول و کار کرده نموده، 80% رشته پختگی را به کره جنوبی صادرات نموده است و برای استیصال محصولات تیار دوزندگی در 2 مرحله با شرکت بیماش بلاروسیا شرطنامه همکاری دارد و در مرحله دوم باز به مبلغ 50-60 هزار دلار آمریکایی باید محصولات تیار دوزندگی استیصال کرده شود. الحال طبق فرمایش بازار داخلی محصولات دوزندگی، رخت خواب، سچاق، دسترخوان و دیگر محصولات روزگار استیصال می‌گردد. رئیس ولایت رهبریت شهر خوجند، جمعیت دارای محصولات محدود نساج خوجند، ناظرات انداز و دیگر نفرات
افسران مسئول را جهت بررسی وضع واقعی کارگاه و پیشگیری از حالتهای خرید و فروش غیر مقصدناک حدود و انشاءات جمعیت موظف نمود. جمعیت دارای مساحت محدود نساج خوجند سابق کمبینت شاهی بافی لنین آباد هنوز سال 1932 تأسیس داده شده از کارگاه‌های عظیم ساحه به حساب رفته. در دوران شوروی از 9 اتحادیه‌های استحصالی عبارت بود و تا 120 نمود متاح‌های طبیعی شاهی، گریبیتشین، شیفون، گریبژاژیت، فرنگ، ادرس، بقصب، دوخابه استحصال می‌نمود و به 147 دولت دنیا محصولات صادرات می‌کرد. در همان دوره کمبینه نتیجه های استحصالی را با فایده 10 میلیون روبل همان دوره که مبلغ خیلی زیاد بود جنبست می‌نمود. کمبینه در حدود 60 گکتار ساخته شده، الحال از آن 19.7 گکتار باقی مانده است. در کمبینت معروف شاهی بافی لنین آباد 10,000 نفر کار و فعالیت داشتند و الحال 450 نفر اساساً زنان و دختران به شغل فرا گرفته شدند. حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد دستگیری چنین کارخانه‌ها که سیکل پروژه استحصالی از کارکرد نخی پخته تا استحصال محصولات تیار دوزندگی، بند و بست و صادرات را عملی می‌نمایند، در یک چند مرحله با قرارهای دخلدار یک قطار سبوکی و امتیازها را پیشنهاد و تطبیق نمودند، اما معلوم می‌گردد که نه همه کارگاه‌های استحصالی از آن به منفعت پیشرفت استحصالات استفاده نمودند. پس هدف از دیگر کردن شکل فعالیت و خصوصی گردانی کارگاه استحصالی از چی عبارت است؟ جمعیت دارای مساحت محدود کارخانه مشترک ویتاسیلک در شهر خوجند از سلسله کارگاه‌های صنعت سبک است که سمت فعالیتش به قبول پله، کارکردیان و استحصال نخ پله نگرانده شده است. در ادامه بازدید از کارخانه‌های ساحه، راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت حالت فعلی کارگاه ویتاسیلک را مورد نظر قرار داد. سال گذشته 2020 جمعیت در اساس شرطنامه با جمعیت سهامی گشاده پله تاجیک 137.6 تن پله خام را قبول نموده، طبق اگروتکنولوژی ها 52.6 تن پله را خشک نموده است. یعنی از 2.7 کیلوگرم پله خام برآمد 1 کیلوگرم پله خشک تامین کرده شده است. سال گذشته 2020 کارگاه استحصالی ویتاسیلک تنها خدمت رسانی را به جمعیت سهامی گشاده پله تاجیک عملی نموده، سال جاری نیز تا این مرحله با وارد 160 تن پله خام 61 تن پله خشک استحصال نموده است و در سال 2021 آیا استحصالات ویتاسیلک فعالیت میبرد یا نه، این به شرطنامه همکاری های بین جمعیت سهامی گشاده پله تاجیک و کارخانه مشترک ویتاسیلک وابسته است. ویتاسیلک سال 2020 به مبلغ 256,263 سامانی کارهای خدمت رسانی را عملی نموده است و سال جاری 2021 با نظر داشت انداز از ارزش علاوه شده پله تاجیک به طور پیش پرداخت 250,000 سامانی به جمعیت مبلغ گذاری نموده است. اگر سال گذشته 2020 63 نفر به کارهای موسمی جلب شده باشند، امسال همگی 48 نفر به شغل فرا گرفته شدند. سالهای آخر در ویتاسیلک 100 نفر کارمندان کار می‌کردند و سال 2019 با قبول و وارد 79 تن پله تا ماه‌های دکبر کارگاه فعالیت برده 8.9 تن نخ پله استحصال نموده بود. نخ استحصال شده سال 2019 قسماً به مبلغ 3.9 میلیون سامانی و بقیه نخ در سال 2020 به مبلغ 4.7 میلیون سامانی به بیرون از کشور به صادرات روانه کرده شده است. باورداری چنین دلیل و رقم سوال پیش می آید که آیا بعضی کارخانه های ساحه که از کارگاه های معروف و مهم بودند چنین باقی می ماند؟ راهبریت ولایت سوخت از فعالیت نداشتن ویتاسیلک اظهار نگرانی نموده، همزمان آید به حالت ناگوار حدود جمعیت و داخل انشاءات استحصالی به مسئولین ایراد جدی گرفت. کرمک پروری و استحصال پله از ساحه‌های درآمدناک است اگر همه قاعده و طلبات و سمت‌های شرطنامه‌ای همکاری‌ها عملی کرده شود. جمعیت سهامی گشاده پله تاجیک سال 2021 در اساس درخواست شهر و ناحیه‌ها به مبلغ 1,360,000 سامانی 9,880 قوطی کرمک آمیخته خطایی و یابانی را خریداری و وارد نموده. در موسم به کارهای نگاهبین و پرورش کرمک 9,600 نفر جلب کرده شدند. از 9,880 قوطی کرمک 167.8 تن پله خام با حاصلناکی به حساب میانه 20.6 کیلوگرم از هر یک قوطی پله استحصال گردیده است که آن برابر 61.5% اجرایش برنامه
رشد ساحه کرمک‌پروری برای سالهای 2020-2024 است. مطابق به برنامه این سال باید به ولایت 10,643 قطعه کرمک وارد کرده میشد. نوابسته از آن که حجم استحصال پیله نسبت به سال 2020 به 25 تن زیاد کرده شده است، نشان دهنده های استحصالی سال به سال پس می روند. مثلا سال 2018 297 تن پیله در ولایت استحصال شده بود که این نسبت به سالهای پیشین نسبتا نشان دهنده های خوب به حساب می رود. حالا که کرمک پروری به استحصال پیله و کارکرد آن استحصال محصولات از آن باید سمت درآمدناک ساحه صنعت سبک باشد و طبق تکنولوژی ها و توصیه ها پیله پروری را در یک سال در چند مرحله عملی کردن ممکن است. کارخانه مشترک جمعیت دارای مساحت محدود سطن در شهر خوجند از جمعیت‌های نمونوی و موفق استحصالی در صنعت سبک مملکت است. سطن اساساً با کارکرد نخی پخته در همکاری با شرکت کارره ایتالیا محصولات تیار دوزندگی را برای صادرات استحصال می‌نماید. جمعیت در ادامه وسیع‌کنی استحصالات باز به استفاده دهی انشاءات علاوه‌ای را به نقشه گرفته. الحال با این مقصد در زمینه انشاءات موجوده کارهای ساختمانی از نوسازی و آرایشی و پردازدهی را براه مانده است. رئیس ولایت به اقدام اهل جمعیت بهای خوب داده عملی شوی چنین تدبیر را از عامل‌های مساعدت به رشد استحصالات معنی داد نمود. کارکرد از امکانیت و اقتدارهای اصلی جهت بلند برداشتن نیروی صادراتی است. قبول و کارکرد میوه‌های تر و تازه و هم خشک و کنسرو شده از عامل‌های تامین نشان دهنده‌های اقتصادی و صادراتی است. جمعیت دارای مساحتش محدود میوه‌های سوق در ناحیه باباجان غفوروف از کارگاه‌های نمونوی در سمت قبول و کارکرد میوه و سبزیجات تر و تازه و صادرات آن میباشد. رئیس ولایت رجب‌آی احمدزاده در ناحیه باباجان غفوروف از جریان فعالیت جمعیت دارای مساحت محدود میوه‌های سوخت بازدید به عمل آورد. جمعیت دارای مساحت محدود میوه‌های سوخت با اقدام و تشبث صاحبکاران جمعیت زیرنوی کمپانی تأسیس داده شده آن به قبول و کارکرد میوه‌های تازه نگرانده شده است. الحال در کارگاه میوه شفتالو قبول و کارکرد و به صادرات آماده می شود. تاکید به مورد است که میوه های تر و تازه کارکرد شده اساساً به خارج از مملکت قزاقستان و فدراسیون روسیه روانه می گردد. برای قبول و کارکرد میوه ها چون شفتالو، زردالو، آلو، گیلاس، تجهیزات و تکنولوژی های معاصر استحصال شرکت سارم شهر چزینی ایتالیا وارد و بسط و نصب کرده شده است. جریان قبول و کارکرد میوه به طور اتوماتیک با رعایت تکنولوژی های مخصوص عملی می گردد. با انتقال میوه به خط تکنولوژی دستگاه تقسیماتی میوه ها موافق به حجم و اندازه، رنگ، زخم به 14 نمونه جدا کرده شده به خط دیگر تکنولوژی انتقال داده شده. پس آن با جای دادن به گنجایش ها به صادرات آماده کرده می شود. کارگاه اقتدار دارد در یک ساعت 6 تن شفتالو، 4 تن زردالو، 4.5 تن گیلاس و 4.5 تن آلو را قبول نموده از کارکرد خوشصفتی بازگو به طلبات استانداردهای جهانی برآورد که این از عامل‌های موفقیت جمعیت میوه‌های سوخت است. تنها از حساب کارکرد شفتالو جمعیت تا این مدت 80 تن میوه شفتالو را کارکرد و صادرات نموده است و پس از به اتمام رسیدن کارکرد شفتالو قبول و کارکرد میوه آلو شروع می‌یابد. محصولات تیاری کارکرد شده با برند جیکو به مرکزهای بزرگ سودا و تجارت یارچه، گلوبوس، مگنیت، پیتیورکای فدراسیون روسیه و مگنوم جمهوری قزاقستان به صادرات برآورده می شود. تا این مرحله از جانب جمعیت در 4 نقلیات بارکشانی مخصوص که هر کدام تا 19 تانگی گنجایش دارد میوه های تر و تازه به بازارهای بیرونی منطقه های بالا ذکر فرستاده شده است. بنا به بیان صاحبکاران عملیات قبول و کارکرد میوه از ماه می آغاز یافته آن تا ماه‌های اکتبر ادامه می‌یابد و در دوره تیر ماه و زمستان کارگاه قبول کارکرد سبزیجات، سبزی، کارتوشکا، پیاز را با جمع آوری از حدود ولایت‌های سوخت و ختلان و ناحیه‌های دیگر کشور عملی نموده آن را صادرات می‌نماید. یعنی جمعیت قریب دوام سال فعالیت استحصالی دارد. برای رعایت تکنولوژی‌ها و عملی سازی صادرات در کارگاه سردخانه با گنجایش 1000 تن میوه و سبزیجات بنیاد کرده شده است. رئیس ولایت از چنین اقدام‌های شایسته و سازنده صاحبکاران پذیرایی نموده عملی شوی این گونه تدبیرها را نتیجه تطبیق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آید به رشد ساحه کارکرد محصولات کشاورزی و به این وسیله معرفی میوه و سبزیجات تر و تازه تاجیکستان در بیرون از مملکت معنی داد نمود.
کارخانه ما JDMM میوه‌های سوخت با دستور پیشوای ملت تشکیل کرده شده. وظیفه اساسی کارخانه ما این صادرات نمودن میوه‌های تر و تازه تاجیکستان عزیزمان می باشد که ما از باغ‌های خود که 100% طبیعی است شفتالوهای طبیعی خود را گرفته به نوعها جدا کرده آن را برای صادرات آماده می سازیم و به فدراسیون روسیه و قزاقستان صادرات می نماییم. کارخانه ما می تواند که هم میوه تر و تازه و هم سبزیجات را گرفته به صادرات فرستانیم. همین چیز را ما سال گذشته و همین سال تشکیل کرده و قزاقستان و فدراسیون روسیه صادرات کرده ایستاده‌ایم. ساحه کارکرد بخصوص کارکرد محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات از راه و عامل‌های مهمی تامین و بلند برداشتن پتانسیل صادراتی ولایت سوخت است. با دستگیری حکومت جمهوری و قبول و تطبیق برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری امکانیت فراهم آمد که در مملکت این سمت خواجگیداری رشد یافته. در این زمینه باغ‌های نو بنیاد و باغ‌های کهنه و فرسوده شده از نو برقرار کرده شوند. از افضلیت‌های موفقی جمعیت میوه‌های سوخت در فراوانی و موجودیت اشیای خام خودی ظاهر می‌گردد. جمعیت در 143 هکتار باغ اینتنسیوی را با اصول آبیاری قطروی بنیاد نموده در آن تا 12 نوع‌های شفتالو، 14 نمود زردالو، 6 نمود آلو و 18 نوع‌های گیلاس شنانیده از آن حاصل خوب و فراوان می‌گیرد. نخال و درختان میوه دهنده پوره از ایتالیا وارد کرده شده. در همکاری با متخصصان نگاهوبین و پرورش نخال‌ها براه مانده می‌شوند. میوه های پخته رسیده زردالو، گیلاس، شفتالو و آلو به طور خاصه جمع آوری گردیده با نقلیات مخصوص برای کارکرد به کارگاه وارد کرده می شود. یعنی با نائل شدن به رشد ساحه باغداری می توان میوه های تر و تازه و شیرین و با مزه تاجیکستان را به جهانیان معرفی کرد و از این حساب منفعت اقتصادی نیز به دست آورد. سنه 30 ایون با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده به کارهای منفرش‌کنی شاهراه خوجند جماعت دهات یاوه ناحیه باباجان غفورов آغاز بخشیده شد. مسافه عمومی اسفالت پیشرونده راه 1.5 کیلومتر را تشکیل داده همزمان چراغ‌نمایی و به ترتیب درآوردن جویباری دو کنار راه به نقشه گرفته شده است. با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه را به خود کسب نموده سلسله انشاءات مهم خواجگی خلق بنیاد کرده می شود. در این روند از طرف رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به تعمیر جاری و اساسی راهها اهمیت خاص ظاهر گردیده با استفاده از فصل گرما در شهر و نواحی ولایت این اقدام اوج تازه می گیرد. این است که صبح امروز با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده به کارهای منفرش‌کنی شاهراه خوجند جماعت دهات یاوه ناحیه باباجان غفورov آغاز بخشیده شد. رئیس ولایت به کارهای منفرش‌کنی آغاز بخشیده ضمن صحبت با ساکنان تاکید کرد که با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جریان داشته تا به امروز بیش از 7000 انشاءات در ولایت به استفاده داده شد. در این روند منفرش‌کنی راه‌ها نیز وسعت یافته تنها در سال جاری 300 کیلومتر راه‌های شهر و نواحی پرره منفرش خواهد شد. برابر این بیش از 2000 کیلومتر دیگر از تعمیر جاری برآورده می شود که همین این به بهسازی نیکوحوالی مردم نگرانیده شده است. رجبای احمدزاده حاضرین و کلی ساکنان ولایت را برای دست داشتن در کارهای بنیادکاری و سازندگی هدایت نموده از شهروندان دعوت نمود که در آبادانی محل و بیناهای استقامتی سهم خود را گذاشته کوچه و دهه خویش را تازه و آزاده نگاه دارند. ما امروز در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت بزرگ ایستاده ایم که کارهای آبادانی و سازندگی با دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمان رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه گرفته ایستاده است. امروز ما شرفمند از آن هستیم که کوچه مرکزی جماعت دهات یاوه کوچه یاوه که درآمدگاهی مرکزی ولایت سوخت می باشد امروز منفرش شده ایستاده است که ما ساکنان منتداری خود را پیش از همه به پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان می رسانیم و ساکنان همین اقدام نیکی سرور دولت را پذیرفته اقدام گرفتند که آبادانی
رو تا جشن 30 سالگی ادامه میدهیم. و شرافت استقلالیت دولت ما و رهبری سرور دولت ما امام علی رحمان همین قطع قشلاق دیهای همه‌شان آباد و آزاد شده است. من اسفالت پوش کرده هستم. مینداری رهبری دولت ما که همین کارهای غراس و می رفت آمد ما و همه کوچه‌های چراغ بان کردگی اسفالت پوش میشد. من به ملال عمر کارم و رفت آمده عمده میگیریم. شکر استقلالیت، شکر آرامی آسودگی که امروز کشور ما روز تا روز پیشرفت و آباد و زیبا میگردد. ما مادران از آن خوشبخت هستیم که دیار ما در اساس دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روز از روز آباد و زیبا میگردد. امروز همین ترمیم و ترمیم گردانیدن و اسفالت گردیدن یک از کوچه های کلانترین شهر خوجند، کوچه کمال خوجندی از زمره آن اقدام هایی است که امروز در اساس سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت در اساس سیاست بنیادکاران سازندگی پیشوای ملت راه اندازی میگردد. من از نام تمام بانوان، تمام مادران محله عرض سپاس خود را به پیشوای ملت، به رئیس ولایت میرسانم که به چنین کارهای نیک و خیر را امروز راه اندازی میگردانند. راه مذکور که توسط آن ساکنان شهر و ناحیه‌های استرافشان، باباجان غفورов، شهرستان، سپیتامین، جبار رسولov، دیوشتیج، پنجکین، عینی، کوهستان مسچاه و مرکز ولایت و برعکس راه میکنند سالها این جانب تعمیر نشده بود. همکنون این راه در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مسافه 1.5 کیلومتر منفرش کرده می شود. پهنایی راه تا به 13 متر رسیده، برابر منفرش نمایی جویبار دو کانال راه به ترتیب درآورده شده، چراغان‌کنی کوچه نیز به نقشه گرفته شده است. برابر این بیناهای دو کانال راه رنگ‌وبار کرده خواهد شد که سیمای محل را باز هم زیبا و جذاب می‌گرداند. بخشیده به 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در هدف تشبث‌ها و ابتکاراتی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی دولت ولایت سوق روی کار می‌آید، امروز واقعا یک واقعی فرح بخش در شهر خوجند و ناحیه باباجان غفورov شده ایستاده است. این هم باشد منفرش کنی راهی شهر خوجند و پیوستگی اون با ناحیه باباجان غفورov که در زمینه شاهراهی اساسی که بین خوجند و دوشنبه راه می‌پیوندد روی کار آمده است. من فکر می‌کنم که امروز تشبث و ابتکاراتی که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولت ولایت سوق روی کار آمد در زمینه دستور و سپارشات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روی کار آمده است. سرآغاز برای توجه و غمخوری به اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را از نام کل ساکنان محله قارحمت قربان و شهر خوجند میرسانم که کارهای آبادانی و سازندگی در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت و همچنین امروز در محله ما نیز گذرانده شده ایستاده است و ادامه دارد. از این رو کل ساکنان محله قارحمت قربان ما خیلی شاد هستیم که کوچه‌های شهرهای خوجند آباد و زیبا و هم منفرش کرده شده ایستادند. باعث خرسندی و سرفرازی است که چند پیش کوچه پختکاری محله ما منفرش کرده شده بود و امروز منفرش کنی کوچه کمال خوجندی ادامه یافته ایستاده است و ما زنهای فعال محله قارحمت قربانov بهر آبادانی محله خود، شهر خود، ولایت خود کمر همت می‌بندیم و برای تربیت نسل نورس در روحیه خویشتن‌شناسی، میهن‌پرستی و تندرستی سهم با سزای خود را می‌گذاریم. ساکنان مکرمه ستارова و صادرخان عمرov و رهبریت دولت و حکومت برای اجرای کاری خیر و منفرش‌کنی راه مذکور منتداری خود را بیان داشتند. برای انجام کارها بهترین متخصصان راهساز و تکنیک‌های پراقتدار جلب گردیده مسئولین عزم دارند راه مذکور را طبق نقشه و با صفت بلند پرره منفرش نمایند. در تالار کاخ رودکی مرکزی ولایت جلسه نوبتی شورای جمعیتی ولایت سوق دایر گردید. در رفت جلسه معاون رئیس ولایت زینور عظیمی و اعضایان شورای جمعیتی اشتراک نمودند. مسئله اساسی بررسی شونده جلسه نوبتی این رفت اجرایش فرمان پرزیدنت مملکت درباره استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم و اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عبارت بود.
در تالار کاخ رودکی مرکز ولایت جلسه شورای جمعیتی ولایت سوخت دایر گردید. در هفته جلسه معاون رئیس ولایت زینوره عظیمی و اعضایان شورای جمعیتی اشتراک نمودند. روزنامه جلسه از دو مسئله: اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان عاید به مقاومت به تروریسم و اکستریمیسم و روند اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عبارت بود. عاید به مسئله یکم جلسه اخبارات مدیر شعبه ماموری و حقوقی دستگاه رئیس ولایت شنیده شد. قید گردید که تاجیکستان در صف پیش مبارزه با تروریسم و افراطگرایی قرار دارد و با سیاست استوار خود در تامین ثبات و امنیت منطقوی و بین المللی سهم نظر است میگذارد. گفته شد که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان عاید به مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016-2020 تصدیق گردیده. استراتژی مذکور سمت‌های اساسی سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان را در سمت مقاومت به تروریسم و اکستریمیسم معین و وظیفه‌های مقامات دولتی را جهت از بین بردن عامل‌های به تروریسم و اکستریمیسم مساعدت کننده مشخص ساخته است. تروریسم و اکستریمیسم یکی از پروبلم‌های اساسی امروزه بوده، مخصوصاً جوانان را با هر گونه وعده‌های بردروغ دینی و دنیوی جلب نموده آنها را به جریان‌های تروریستی سفربر می‌نمایند. خیلی در پیام خود محترم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قید کردند تروریست و اکستریمیست امروز دولت، ملت، زبان ندارد و ما را ضرور است که تمام ساختارهای دولتی و هم جمعیتی در پیشگیری از این حادثه نامطلوب دست جمعانه مبارزه بریم و خیلی در پیام پیشوای معظم ملت قید کردند از عملهای تروریستی زیاد از 100 دولت دنیا امروز ضرر دیدند و فکر میکنم که تمام خدمتچیان دولتی ساختارهای جمعیتی در این مبارزه در این وبای عصر که تروریسم و اکستریمی جهان رو فرا گرفته است خصوصا در شرایط مرکب وضع جهانی معاصر متحدی و سرجمی را تقاضا میکند و ما در یک جایگی میتوانیم همین وحدت ملی استقلالیت دولتی تاجیکستان عزیزمان را که با آسانی به دست نآمده است حفظ نماییم و گرامی به نسل‌های آینده رسانیم. مسئله دیگری بررسی شده جلسه این اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها بود. مسئولین ضمن برآمد خود از منفعت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، رعایت طلبات‌های آن، نقش کمیسی‌های دائمی و جمعیتی در سمت‌های کارهای ترغیباتی، جهت رعایت نمودن طلبات قانونگذاری هنگام برگزاری توی معرکه‌ها، اندیشه‌هایشان را بیان داشتند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی در جمهوری تاجیکستان برای بالا برداشتن شرایط زندگی مردم و پیشگیری همگونه زیاده‌روی‌ها هنگام برگزاری توی و معرکه مساعدت نمود. همزمان از قانون شکنی برخی از شهروندان شهر و نواحی کانیبادام، پنجکن و اسفره و خلاف طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها عمل نمودن هنگام برگزاری معرکه‌ها یادآوری گردید. بنا به اطلاع موجوده در 6 ماه سال روان 64 قانون شکنی به قید گرفته شده. کمیسی‌های دائمی فعالیت خود را برای به تنظیم درآوردن توی معرکه‌ها باز هم جانب نمودند. ضرور شماریده شد که در شرایط امروزه که بیماری‌های سرایتی خروج نموده ایستادند، هنگام برگزاری توی معرکه‌ها قاعده‌های بهداشتی رعایت و توصیه متخصصان ساحه طب اجرا کرده شود. معاون رئیس ولایت زینوره عظیمی در هفته جلسه به مسئولین دایر به پیشگیری قانون شکنی‌ها، اجرای طلبات‌های قانون و جانب نمودن فعالیت دستور و سپارش‌ها داد. طبق سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، چاپ کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов از طرف چاپخانه نشریات معاصر آغاز شده. تقسیماتش امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت جریان دارد. نشر کتاب تاجیکان و دسترس کردن آن به هر یک عائله کشور باز یک اقدام وطن دوستانه پیشوای معظم خلق تاجیک محترم امامعلی رحمان بوده. در راه درک خود آگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش باسزا می‌گذارد.
امروز در جماعت و دیههای شهر استرافشان به ساکنان تحفه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کتابی تاجیکان دسترس می‌گردد. روی آوردن به تاریخ و فرهنگ و تمدن نیاگان خویش و ارج گذاشتن به عنعنه‌های نیک گذشتگان از تمدن چندین هزار ساله گواهی می‌دهد. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان خلق تاجیک دوباره همچون ملتی کهن بنیاد، صاحب تمدن و فرهنگ دارای تاریخ کهن معرفی گردیده از گذشته خویش به جهانیان درک داد. در جماعت دهات زرهوا 5442 خانواده استقامت دائمی دارند. ما تا به امروز در 10 دهه و 2 شهرک کتاب تاجیکان باباجان غفاروف را برای تقسیمات نمودن به دهه ها دسترس نمودیم. عین حال قریب 60-65% اهالی الکی کتاب را دسترس نمودند. همه از سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را اظهار میکنند، زیرا تاریخ تاجیکان، دانستن گذشته خود، نیاگان خود و این خودشناسی ملی را بلند میکند. نشر کتاب تاجیکان و دسترس کردن آن به هر یک عائله کشور باز یک اقدام وطندوستانه پیشوای معظم خلق تاجیک محترم امامعلی رحمان بوده در راه درک خودآگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقشی باسزا میگذارد. علامه باباجان غفاروف از خود آثار گرانبهای مانده و در معرفی خلق و ملت کهن بنیاد تاجیک زحمت‌های زیاد کشیده است. در بین آثار موصوف کتاب‌های بسیار جلدتر چون تاریخ خلق تاجیک و تاجیکان جا می‌گیرد که به تاجیکی و روسی منتشر شدند. باباجان غفاروف برای نوشتن شاهاصر خود تاجیکان مقدار زیاده از 2000 سرچشمه‌های داخلی و خارجی، مونوگرافیا، برشوره و مقاله‌های علمی را استفاده کرده است. این کتاب در برابر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، تاریخ بخارای ابوبکر نرشخی، سیاستنامه نظام الملک چون شناسنامه خلق تاجیک برای عصرهای آینده خدمت می‌نماید. حفظ و رشد فرهنگ ملی با در نظر داشت ذوق نسل‌های امروزه از مهمترین وظیفه‌های ما در زمان معاصر به حساب می‌رود. مثلا در جماعت دهات صبرستان شهر استرافشان 3754 خواجگی موجود بوده، امروز کتاب‌ها به آنها سپریده می‌شود. در پیام نوبتی که در سال 2021 از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان بررسی کرده بود، در آنجا قید کرده بودند که در یک خاندان خلق تاجیک باید این کتابی تاجیکان رایگان دسترس کنیم. من امروز خرسندی‌آور آن است که امروز کتاب‌ها به همه ما دسترس شده. این کتاب درباره اصلا نیاگانمان تاریخ کهنی تاجیک معلومات پوره می‌دهد. آینده نبیره‌ها ما فرزندان ما این کتاب خوانده از تاریخ خلق تاجیک با خبر می‌گردند. ما از جناب عالی صدها منتدار تشکر می‌گوییم. این تحفه حقا ارزشمند بوده با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان بررسی گشته است. در شرایط کنونی یعنی زمانی که هر یک فرد جامعه به خودشناسی و حفظ خاطره تاریخی خود بیش از پیش نیاز دارد، چاپ این شاهاصر و دسترسی تمام مردم کشور گرداندن آن به گسترش احساس وطندوستی و افتخار ملی و بالاروی سطح معرفت‌ناکی جامعه ما همه جانبه مساعدت خواهد نمود. گزارش مسانه محیدالله زاده، سیدالله رحیمov و سلیم عادلزاده از شهر استراوشن. کتاب یگانه همدم و همنفس بی‌منت انسان است که مطالعه آن به کس دانش و معرفت داده خواننده ذکی و کتاب دوست را به راه راست هدایت می کند. 110 نفر دوستداران کتاب و کتابخوانی از تشکیلات اداره و مؤسسه‌های شهر استقلال به دور شهری آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است راه خط گرفته برای اشتراک در مرحله ولایتی این آزمون کوشش به خرج دادند. در شهر استقلال دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است برگزار شد. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استقلال پیش از آغاز آزمون سخنرانی نموده قید کردند که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی شدن آزمون مذکور امکانیت فراهم آورد که ساکنان و کتابخوانی روی آورده و این وسیله هم از آثار گذشتگان و تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک آشنایی پیدا نمایند
و هم دانش و معرفت خود را بلند بردارند. برای برگزاری مرحله اولی آزمون مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استقلال تدبیرهای ضروری اندیشیده شد و آزمون در تمام تشکیلات و اداره و مؤسسه ها در سطح خوب تشکیلی جریان گرفت. در نتیجه بهترین ها به دور شهری آزمون مذکور راه یافتند. ما ساکنان شهر استقلال از گذراندن چنین آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی خیلی شاد هستیم. نتیجه آزمون چنین بود که ساکنان شهر، خوانندگان، آموزگاران با کتابخانه شوق زیاد پیدا کردند. امروز در شهر ما زیاده از 100 نفر اشتراک دارند و آنها ما امیدوار هستیم که در آزمون جایهای را اشغال میکنند. آنها از جمعیت‌های گوناگون اشتراک دارند و در دور ولایتی راه میگیرند. در آزمون شهری فروغ صبح دانایی کتاب از 110 نفر غالبان مرحله اول از تشکیلات و اداره و مؤسسه های تعلیمی اشتراک نموده در نامیناسیون های انتخاب نموده خود ملکه مهارتشان را نشان دادند. حکمان آزمون که همه متخصصان ساحه بودند طبق طلبات های معین شده ملکه مهارت اشتراکچیان را سنجیدند. از اشتراک فعالانه و با سوالهای حیاتی حکمان پورا جواب دادن اشتراکچیان معلوم بود که اکثریت آنها با آزمون آمادگی جدی دیدند. در همه نامیناسیون‌ها هیئت حکمان بهترین اشتراکچیان را معین نمودند. غالبان دور شهری و مرحله ولایتی آزمون را خط گرفتند که آنها در آزمون ولایتی فروغ صبح دانایی کتاب است شهر استقلال را معرفی خواهند کرد. در شهر خوجند مرحله سیومی بازی‌های ورزشی کشور عاید به نمود کمانوری برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی جمهوریوی بیش از 30 نفر ورزشکاران از شهر دوشنبه به ولایت سوخت اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دادند. در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند مرحله سومی بازی‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان عاید به کمانوری برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی 35 نفر ورزشکاران از 18 ساله بالا از شهر دوشنبه و ولایت سوخت اشتراک نمودند. مسابقه در نمودهای انفرادی میکس یعنی یک مرد و یک زن و دستوی در مسافه های 60 و 70 متر جریان گرفت. مورد به ذکر است که نمود کمانوری سال از سال در کشور ما رشد یافته ایستاده است. برای رشد این نمود از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته توجه ظاهر کرده می شود که این به افزودن صف ورزشکاران زمینه می گذارد. نسبت به سالهای پیشین دیده البته حاضر به نهایت یک دقت جدی به نمود کمانوری شده ایستاده است. الکی هم از طرف حکومت کشور، هم از طرف کمیته جوانان، هم از طرف فدراسیون و کمیته المپی دستگیری شده ایستادیم. اکنون ما کار کرده ایستادیم برای تیار نمودن کادرهای نو که با طلبات‌های معاصر الکی فعالیت میبرد و نمود ما نیز گذشته ایستاده است الکی با نمودهای اینوواسیونی. نمود ما که یک به نهایت نمود زیبا می باشد، نمود نیاگان ما می باشد برای راست کردن قامت جوانان، کودکان، نورسان به نهایت فایده زیاد دارد. ما جوانان را، نورسان را جلب کرده ایستادیم. در برابر دستاورد و پیشروی ها هستند کمبودی هایی که مسئولین و ورزشکاران این نمود از آنها اظهار نگرانی میکنند. مثلا بنابر اطلاع مربیان این نمود ورزش نبودن میدان مخصوصی مشق و تمرین و برگزاری مسابقه ها عاید به کمانوری و پیشرفت این نمود ورزش تاثیر منفی میرساند. برای مسابقه همین جمهوریوی میخواستم که جای معین باشد برای همین و تیرپرانی، لیکن ما این خیلی میدانی ورزشی برای این عاید به کمانوری نداریم. خوب میشد که برای ما مخصوص برای کمانوری میدان تشکیل کرده شود و در همینجا ما مشق و مسابقه های گذرانیم. نمود ما به نهایت نمود گران می باشد. قسم های کمان، لوازمات های کمان یکمش این که در تاجیکستان استحصال نمی شوند و آنها از خارج دولت آورده می شود. قیمت می استد، نرخ گران می استد. ما برای همین قسم ها لوازمات های ورزشی عاید به کمانوری مشکلی می کشیم. سفربرکنی و دیگر حالت ها البته از طرف دولت دستگیری شده ایستاده است.
марҳилаи сеюми бозиҳои варзишии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд таи 3 рӯз дар сатҳи хуби ташкилӣ ҷараён гирифта, дар ҳамаи намудҳо ғолибону ҷоизадорон муайян ва бо медалу ифтихорномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ҳамкори бахши иттилоотии телевизиони вилояти Суғд ширкати Экопен. Экопен истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ бо технологияи аврупоӣ. Саломату сарбаланд бошед.